در این درس نوبتی سوال‌های از ایمد 2022 کار میکنیم. از سوال اول سرکده تا آخر همشه کار کنم حرکت میکنیم. سوال‌های نو داخل کرده شدند، همه هم دیده میبرایم. بیاین سرکنه از یکم خردترین کارتی عمومی عددهای 1365 برابر 1 رو یابین میگوید. این رو باید چه کار میکنیم؟ باید عددها رو نویسیم. قاعده میمیریم 13 65 و 91. برای خردترین کارتی عمومی خیلی او یا اینکه که کانتر تقسیم همون وقت این عددها رو عدد دوتا داده نشد ممکن یا اینکه سه تا هم وقت با عددهای ساده تقسیم کنیم. عددهای ساده چی است؟ 2 3 5 7 11 13 و همین میرود. اصلا از خردترین سر میکنیم میبینیم دو این عددها رو یگانتاش رو تقسیم میکنند یا نه. چرا میبینیم نمیتواند. بعد به سه میگذاریم آیا سه تقسیم کرده میتواند یا نه. سه هم تقسیم کرده نمیتواند، یعنی با این در اینجا تقسیم کنید عددها رو باید نازدونید. بعد دوام میکنیم 5 رو اگر مونیم تقسیم میکند کدومش میشه 65 تقسیم 5 این به 13 برابر است. یعنی یکم عدد یگانچه عوض نمیشود، دوم عدد هم 13 میشد و اینجا 91 میموند. بعد 5 تمام شد. اکنون با عدد نوبتی ساده تقسیم میکنیم. بعدی 5 میشه 7 میبیاد. 7 تقسیم میکنیم هر دوی اول تا دیگه این سیمش رو تقسیم میکنند. 7 می‌نویسیم. بعد تقسیم شوی عدد چی میموند؟ 13 میموند و در اینجا هم 13 میموند. و بعد هر سه عدد رو می‌بینیم با عدد نوبتی ساده تقسیم شده این 13 است. بعد این همشون به یک تبدیل می‌یابند. یعنی در اینجا کاری ما تمام شد. برای خیلی رو یافتن هر سه عدد ما باید چیکار کنیم؟ خیلی هر سه همه عددهایی که ساده رو ما تقسیم کرده همش رو می‌گیریم و می‌نویسیم. یعنی 13 65 91 این به چی برابر می شود؟ ضربی هر سه عدد ها 5 ضربی 7 ضربی 13. هر سه اینها را اگر ضرب کنیم 13 35 ضربی 13 می شود 350 105 455. اگر خطا نکنم جواب ببینیم 455 می شود. دیگر این عدد ها شنیدن. یا اینکه از روی اینکه تست هست جواب داده بشه از روی جواب هم رفته میتونید تست برای کار کردن چیکار میکنید؟ 91 رو خردترین پرسه از 91 هم از خرد سر کنید. آیا همین عدد به سه هر دیم عددهای دو دوشته تقسیم میشد یا نه؟ میبینیم 91 البته تقسیم میشد به 91 خدا شده لیکن به 65 به بقیه تقسیم نمیشد. به بقیه در اینجا مهم است. بعد نمیشود. بعد دوام میکنید با 105 میگذاریم. بعد 105 رو میبینید 13 تقسیم کردنش ممکن است اگر به تقسیم میکنید یا نه. لیکن ما میدونیم که 65 نمیکنند باز 91 هم نمیکنند باز. به بقیه هم خیلی شما یافته میتونید از جواب ها رفته. لیکن اگر نه گفتم نخواهید تست قاعده میرین تقسیم میکنید با عددهای ساده بعد مییابید. مثال دوم خردترین کارتی عمومی 9 2454 رو مییابیم. باز با قاعده مینویسیم 9 24 و 54. بعد به عددهای ساده تقسیم میکنیم. با چی سر میکنیم؟ دو سر میکنیم یکم عدد یگانچه عوض نمیشود. اینجا 12 میشود، اینجا 27 میشود. باز 2 است، با 2 رو می‌نویسیم چون که 12 رو تقسیم میکند دوام میکنیم 9 میشود، 6 میشود، 27 یگانچه عوض نمیشود. باز با 2 تقسیم میشود 9 یگانچه عوض نمیشود 3 میماند 27. اکنون با 2 تقسیم کنید تا میشود 2 یگانه عدد رو تقسیم میکنیم با 3 دوام میکنیم 3 میکنیم 3 میشود 1 میشود 9 میشود. باز با 3 تقسیم میکنیم 1 میشود این 1 بود. در اینجا 3 باز با 3 تقسیم میکنیم در اینجا باید تقسیم 1 میشود. اکنون برای خیلی هر سه عدد رو یافتن ما باید چیکار کنیم؟ همه عددهای ساده که ما در این طرف راست یافتیم همش رو ضرب میکنیم. 2 ضربی 2 ضربی 2 3 تا 2 است و 3 تا 3 است. 3 است. یعنی 8 ضربی 27 2 کوب ضربی 3 کوب این به چی برابر میشود؟ 106 56 216 در این کارتی عمومی. البته که باز از جواب رفته میتونید. خردترین کارتی عمومی هر سه عدد رو یابیم. باز از روی قاعده بگردیم 16 28 35 با عددهای ساده تقسیم میکنیم. عددهای ساده این اولش از 2 است. با 2 تقسیم میکنیم اینجا 8 میشود 14 میشود 35 میماند تقسیم میکنیم. باز با 2 تقسیم میشود 4 7 35 4 7 35 درست. اکنون باز با 2 تقسیم میشود این 2 میماند 7 35
باز با 2 بعد 1 7 35. اکنون 2 تمام شد. به عددی ساده‌ای خردترین میرویم. 3 تکرار نیست، یعنی تقسیم میکند. 5 تقسیم میکنه، یعنی البته اینجا را تقسیم 7 میموند، لیکن در بعد تقسیم 35 به 5 7 میموند. اکنون نوبتی با 7 میشه، هر دو اینها 1 میکنند. بعد خیلی رو برای یافتن خردترین کارتی عمومی هر سین عدد به چی برابر میشه؟ 1 بار مینویسم. 2 در درجه 4 ضرب 5 ضرب 7، یعنی با 16 ضرب 35 می شود. این به چی برابر می شود؟ البته از روی جواب اگر من یک بار کنم این چند می شود؟ 35 350 180 110 560 این می شود جواب ما. یک بار اگر ضرب کنیم با کالکولاتور هم دیده میتونیم، یعنی تک به تک ضرب کنیم همون چی میشه؟ یعنی ببینید 35 ضرب 16 این به چی برابر میشه؟ 9 3 در خاطر 18 210 5 و 3 جمع میکنیم 9 6 و 560 درست است. کلانترین تقسیم کننده عمومی عددهای 250 و 320 رو یابیم. دو عدد داشته است، منطقش همین خیلی هست، لیکن در اینجا ما باید دقت کنیم، باید دیگر خیلی برای کته و اکنون کلانترین تقسیم کننده عمومی باز با اون رو میرود، یعنی با 2 سر میکنیم. با 2 سر تقسیم میکنیم. این چی میشود؟ 128. این میشود 160. باز با 2 میرود. چند میشود؟ 64 80. باز با 2 میرود. خیلی بسیار میرود. 32 40. باز با 2 میرود. تقسیم میشود 16 20. باز با 2 میرود. 8 و 10. باز با 2 میرود. 4 و 5. اکنون بعد این ما باز با 2 تقسیم میکنیم. 2 میشود 5 میشود. باز با 2 تقسیم میکنیم 1 میشود 5 میشود. بعد با 5 تقسیم 1 میشود. راه شکلی یک است، لیکن ما برای کت او فقط تقسیم کننده عمومی رو میگیریم. این برای هر دوش عمومی بود، برای هر دوش عمومی بود، عمومی هر دوش رو تقسیم کرد، هر دوش رو تقسیم کرد، این هم هر دوش رو، لیکن در اینجا 2 هر دوش رو تقسیم نکرد، فقط 4 رو تقسیم کرد، 5 رو تقسیم نکرد. برای همین کت او هر دو همین رقم ها 256 و 320 برابر می شود. چند تا 2 داریم ما؟ 1 2 3 4 5 6. 2 درجه 6، یعنی 2 رو 6 مرتبه خود ضرب میکنیم و این به چی برابر می شود؟ 64. جواب ما 64 می شود. کلانترین تقسیم کننده 390 و 315 را یابید میگویند. باز با همین رو 390 315 میابیم، تقسیم میکنیم، با 2 سر میکنیم. با 2 سر کنیم یک عدد به چی برابر میشد؟ 195. 195 میشود. در اینجا 315 رو تقسیم نمیکنه، فقط یک تاش رو تقسیم کرد. بعد هر دو اکنون با 2 تقسیم نمیشد، با 3 آیا تقسیم میشود؟ نه، همون رو میبینیم با 3 تقسیم میشود. 195 تقسیم 3 این به چی برابر؟ 65. اینش باشد این 105. باز میبینیم با 3 تقسیم میکنه، یعنی دیگه نمیکنه. 65 رو تقسیم 105 رو تقسیم میکنه. البته که با 3 دوام کنیم اینجا 65 میشود، اینجا باشد 105 35 میشود. 3 اکنون تقسیم کنید به نوبتی میریم به 5 میریم. 5 65 رو تقسیم کنید به 13 برابر میشود، این رو باشد به 7 برابر میشود. بعد این 5 هر دوش رو تقسیم کنیم، دوام میکنیم به 7، اینجا 1 میموند، 13 میموند، بعد به 13 تقسیم کنیم 1 میشود. اکنون چه کنیم؟ در کت او به ما عمومی هر دوش رو تقسیم کرده باشد. 3 تقسیم کرد در اینجا هر دوش رو، همین خیلی 2 تقسیم نکرد 315 رو، 3 در اینجا هر دوش تقسیم، 5 در اینجا هر دوش رو تقسیم کرد. چه که میبینیم بعد در اینجا آگودگی رفته، یعنی کت او هر دو این عددها و چی برابر می شود؟ 390 315 این بر 3 ضرب 5 یعنی بر 15 برابر است. از جواب البته که رفته میتونیم، یعنی کلانترین تقسیم کننده عمومی از ما کلانترین نمیشه. از 45 سر کرده میتونیم، اوی 45 هر دو این رقم تقسیم کرده میتونن، یعنی اگر شما با تقسیم خیلی هم ناز باشه یا برو از جواب رفته میتونیم. نه اگر نباشه کویده بی قدم به قدم. مثال 6 کلانترین تقسیم کننده عمومی عددهای 216 و 270 را یابیم.
بنویسیم خود 216 270 تقسیم میکنیم. اول با 2 سر میکنیم. این به چی برابر میشد؟ 108. این باشد 135. بعد با 2 تقسیم میشود فقط یکمش 54 میشود 135. اکنون باز با 2 تقسیم میشود این 27 میشود 135. اکنون با 2 تقسیم میشود و عدد ساده نامبتی میریم 3. این 9 میشود 135 هم تقسیم میکنند یا نه؟ البته که تقسیم میکنند. این به 45 برابر میشود. باز با 3 میرویم اینجا 3 میموند 15 میموند. باز با 3 میرویم 1 میموند 5 میموند. بعد اینجا 5 و 1 میموند. اکنون ما باید عمومی ها رو یابیم. 2 در یکم قدم هر دویش رو تقسیم کرد. در دویم قدم نیست. در سوم قدم هم تقسیم نکرد. در چهارم قدم تقسیم کرد هر دویش رو. در پنجم قدم هر دویش رو تقسیم کرد و در اینجا هم ششم قدم تقسیم کرد. تمام. اکنون کت او هر دو این عدد 216 و 270 این برابر می شود به 2 ضربی 3 کوب. یعنی 2 ضربی 27 این می شود 54. سوال 7 اکنون حساب کردن. یا کنید این نمود سوال اصلا روی آسان اگر همین خیلی نمود سوال باشه البته که قاعده با ضرب میریم که همین هم خودش داشته است. اول یکم ضرب می باشد یعنی 34 ضرب 1 تقسیم 2. البته که میدانیم این و 34 ضرب 1 تقسیم 2 این در اصل 34 تقسیم 2 است یعنی به 17 برابر است. دویم کاریم این جمع هر دوشان یعنی 17 50 از 8 ضرب 17. البته که ما جمع ها رو میدونیم یعنی 17 جمع 5% گفتم 22 می شود. با 8 زیادتی 22 از 8 می شود. سوال 8 البته که با ضرب سر میکنیم. یکم کاریم 27 ضرب 2 تقسیم 3 یعنی این چی معنی دارد؟ 27 ضرب 2 تقسیم 3 است. در اینجا ما اختصار کرده میتونیم 27 با 3 9 میموند. در اینجا 1 میموند یعنی این به 18 برابر میشود. اینجا 18 برابر. اکنون دویم کاریم این طرح است 18 از 3 مینوس 18 و این وقت ما طرح کنیم 9 از 3 است. سوال 9 باز یکم کاریم این ضرب است. یکم کار اگر کار کنیم 24 ضرب 3 تقسیم 4 یعنی این چی معنی دارد؟ 24 ضرب 3 تقسیم 4 است. در اینجا ما اختصار کرده میتونیم 4 و 24 6 میموند. در اینجا 1 میموند و در اینجا 6 ضرب 3 18 تقسیم 1 18 میشود. دویم کاریم البته که طرح است. دویم کاریم 25 از 4 مینوس 18. وقتی این نمود سوال داریم اول بوتون‌های طرح کنیم به دهی صدی اهمیت ندیم چون که طرحشون آسان. 25 مینوس 18 چند است؟ این البته که 7 است یعنی جواب 7 از 4 بعد با کمال رو آورده میتوانیم. سوال 10 حساب کنید تقسیم و طرح. یکم کاریم اکنون در اینجا طرح است. این رو باید کار کنیم. در اینجا تقسیمش 14 تقسیم 7 تقسیم 9 است. در اینجا وقتی ما کسر رو تقسیم است دویم کسر صورت و مخرج جایشون عوض میشه 14 ضرب 9 تقسیم 7 میشود. ولی این چی معنی دارد؟ 14 ضرب 9 تقسیم 7 در اینجا اختصار میشود. چی میشود؟ 2 میموند 1 میموند و در آخر این جوابی چه میده؟ 2 ضرب 9 18 میشود. کار دویمی ما این البته بعد کار کردن تقسیم طرح است. 18 طرح 12 از 2. اکنون 18 طرح 12 چند است؟ 6 است. با 0 از 2 باید طرح کنیم. این 50 از 8 می شود. یعنی 18 از 0 میمونیم مینوس 12 از 2. خیلی بیایم رو برو میشون که 10 میدیم 10 میده 8 می شود. اینجا 7 من 7 مینوس 5 می شود یعنی 9 50 از 8.